ویسی دمیر دورو هبر بلا هفدیتنا عالمان ببا وسیله هشیار بوینه لديار بكري جترف اتحاد العلماء و حيشتمين هفديتنا عالمان بناوي جشيار بونا اسلامي ريبرتي هات لدار خستن او هفديتنان هر سال جترف اتحاد العلماء و تين لدار خستن ايسال جي جعالم اسلامي عالم اكاديميسيان سياست مدار تمثيل كارن سازين جواكا سيفيل و روسبيين جواكي بشدار وانجوينين كو دو روج دوام کرن بون برنامه روژا عولا عول به ملاحظه‌ین که بشداروانان فکر و رامان خود پیشکش بداوی بود. عالم و اکادمیسیانین فکر و رامان خود در حق مسئولیت عالمان در جواک در وظیفه مالبات جوان و پیرکان در ریا فتح قدسی در نمونه گرتن و تطبیق کردن صلاح الدین ایوبی در هشیاربون و دعوت در جدور کتنا افراط و تفریطه ترکرن اختلافان یک بون وحدت تفگرین بهوره مسئله قومیت پرستیه مسئله کردان و لسر ره و ریبازین ارشاده حادثه کراندن سروک گشتی هدا پار زکریا پجولو د دسپیکا برنامه ده آخافتن کر او گو دوی ام مسئله پرسگره کو زحمتین امتا اسلام باش تشخیص بکن لورا او یک شرط عول درمان کرن و تداوی کرنیه مسئولیت دوی واریده لسر ملن علمایه کسین که جشیاربون ریبرتی بکن عالمن ده انجامنامه هفدیتن ده هات گوتن دوی عالم ده هر شرط و مرجان ده مسئولیتین خوین عالی کرنه بجیبینن دواره مسئله و پرسگره کن امت ده بلا انسیاتیف و مسئولیت بدن سرملین خواه لسر وان مسئله ان با آخوین و جا خافتنان دور نکوین ده انجامنامه ده هات گوتن دجمنین اسلامی دناف اتفاقه که ده دجمنتیه به اسلامی رد کن جبروه که چایره اکتنه لدجی وی دجمنتیه هیه افجی یک بون و به هفربون مسلمانانه هر وها ده انجامنامه ده هات دست نشان کرن اشیاربونا اسلام لهمبر خرابونا حقوق و خرابونا اخلاق چاره دوی مسلمان دناف هفدود تشکیلاتک وکانه توین یک بویا وابکن و جوینن مزنن استشاره لدار بخن هاتی فاده کرن گرتنا مدرسه یان یک جفلاکتن هری مزنه که هاتی اثر امت اسلامی جبروه که دوی اف مدرسه ان جنوب بین احیا کرن ده انجامنامه ده لسر مهمتی مسجد اقصا و قدسی هات سکناندن و بعد هات کشاندن سر میناک و نمونه گرتنا صلاح الدین ایوبی بعد هات کشاندن سر دزگه و لیستک ناونتوی ین لسر افساد کرنا مالبات تین کرن لسر حق و مافین پیرک و جوان مسلمان هات سکناندن ده انجامنامه ده لسر روشا کردان جهاد سکناندن هات گوتن هیزین امپریال و کدخوار حق سیاسی کردان غصب کرنن ایروژی لاعتبار وان سویقاسته کرن هات ifade کرن لهمبر هیجای کردان و جرا کرنا هوله وعده حق سیاسی تنداین اف یک جی نای قبول کرن هات دست نشان کرن قومیت پرستی شرع لهمبر انسانیت هاتی دست بکرنه اف قومیت پرستی ده به سبب مقدوریت خلقی کرد ام هیوی دکن که هفدیتنا عالمان به هشیار بوینا عالم اسلامی به وسیله یکیتیا امتی به سلاو و دعایان